آقا اگر اهل بیت علیهم السلام فرمودن نگهداری گربه در منزل مشکلی نداره، برای اون خونه‌ای که 100 متر 200 متر 500 متر اون زمان حیات داشت که این گربه هر جور مریضی داشته باشه به صاحبش اصابت نمی‌کرد. نه این که الان خونه 70 متر 60 متر 80 متر هستش، یا گربه تو اتاق خوابه یا تو هال یا تو آشپزخونه است. هیچ وقت صلاح نیست تو این جور خونه ها گربه نگه داشتن. یا اگر اهل بیت علیهم السلام فرمودن نگهداری گربه در منزل مشکلی نداشت، به خاطر اینکه اون زمان از همه خونه‌ها صدای اذان بلند بود، صدای قرآن بلند بود، همه اهل نماز بودن، یک حصار معنوی شدیدی داشتن. نه این که الان نه نماز میخونن و اگرم نماز بخونن بیشترشون قضا هست، جسارت به همه نباشه، یا به جای صدای قرآن و اذان الان از همه خونه‌ها صدای موسیقی تلویزیون تا آخر بلنده. خب معلومه در این جور خونه‌هایی که تاریکه بهترین راه ورود اجنه خودشون شبیه گربه کنن، وارد منزل بشن. یا علی مدد.